با سلام خدمت شما بیننده های عزیز. من زهرا اکبری هستم. امروز میخوایم با هم دیگه یه غذای خیلی خوشمزه و لذیذ فوق‌العاده با هم درست کنیم. ابتدا اول میخوایم مواد لازم رو برای درست کردن این غذای خوشمزه به شما معرفی کنم. پس بریم و برگردیم. یک کلک پیاز متوسط نیاز داریم و به 3 حب سیر، بعد 2 عدد گوجه فرنگی نیاز داریم، همینطور رو به گوجه فرنگی، ادویه کاریس، نمک و همینطور سیب زمینی. یادتون باشه اول گوجه ها و حبه های سیر و همینطور پیاز رو باید رنده کنیم. ما گوجه رو رنده کردیم و همینطور پیاز. ما 3 حب سیر داریم، اونها رو با رنده روی پیازا رندش میکنیم. خب به همین روش روش رنده کردیم. بریم سراغ سیب زمینی ها.